متاسفانه بعضی نفران مشروبات سپیرتی را از می و ریزیات استعمال نموده در بازار و دیگر مکانهای جمعیتی با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را ویران نموده باعث آزار شهروندان می‌گردند. کارمندان مقامات میلیسای پایتخت هفته جاری یک چند دلیل در حالت مستی ویران نمودن ترتیبات جمعیتی را آشکار و نسبت نامبردگان چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شدند. از جمله شهروند بابایف هاشم حکیموویچ سال تولدش 1984 استقامت کننده شهر دوشنبه در حالت مستی در نزد بازارچه ژلمسی واقع در کوچه صدرالدین عینی نویه شامنصور شهروندان و اطرافیان را دشنام و حقارت‌های قبیح نموده ترتیبات و آرامی را دغلانه ویران کردند. نسبت به آنها با ماده‌های 460 مایده افباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب سود نسبتشان جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. اینچنین شهروند بردیف خورشید بابا مرادوویچ سال تولدش 1978 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه اکرامی نیز از جانب کارمندان میلیسیا برای تحقیر و دشنام شهروندان بازداشت گردید. نامبرده نیز در حالت مستی در بازارچه ژلمسی واقع در کوچه صدرالدین عینی نویه شامنصور ترتیبات جمعیتی را ویران نموده است. نسبت نامبرده نیز پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب سود جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. مناقشه و جنایت‌های وزنی در محیط عائله در بیشتر موارد از نافهمی‌های خرد و ناچیز آغاز یافته عاقبت به حادثه‌های گوش ناشنید می انجامند. واقعاً جامعه آباد و پیشرفته از سالمی عائله‌ها وابستگی کلان دارد. کارمندان مقامات میلیسیا جهت بلند برداشتن معرفتناکی شهروندان و درست برای ماندن مناسبت‌های عائلوی به طور همیشگی کارهای فهماندگی و صحبت و ملاقات‌های سودمند دایر می‌نمایند. از جمله در نتیجه پیشبرد چنین کارهای پروفیلاکتیکی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که شهروند اکراموف اسدالله سال تولدش 1991 استقامت کننده شهر دوشنبه مناسبت‌های دغلانه و نااستوار را برا مانده با عمل و رفتار ناخوشایند خود باعث آزار اعضای عائله گردیده است. نامبرده نسبت دیگر اعضای عائله خود دشنام و حقارت و الفاظ قبیح را استفاده نموده باعث آزار و اذیت آنها گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبرده طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده نسبتش از جانب سود جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. مقامات میلیسای پایتخت دوام 3 سال اخیر با مقصد پیشگیری صادرشوی جنایت با استفاده از سلاح سرد عملیات شرطی کرد را راه اندازی نموده ایستاده است. این است که طبق معلومات‌های آماری صادرشوی جنایت با استفاده از سلاح سرد میان نابالغان و جوانان کاهش یافته است. در نتیجه برگزاری عملیات کرد در مرحله نوبتی از جانب کارمندان میلیسیا شهروند آدینه فبیب‌الله سال تولدش 2001 استقامت کننده شهر دوشنبه دانشجوی کورس سوم دانشگاه اگراری تاجیکستان دستگیر و از او یک عدد کرد دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبرده پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده از جانب سود جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نویه فردوسی مرد 40 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده دوم فوریه سال 2022 تخمین ساعت 22:20 برای گشودن در از ترمینال مبلغ گذاری 5524 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. باید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.